کارلوس کاستاندا نویسنده پرآوازه مکتب شمنیسم که شهرت او بیشتر به خاطر داستان‌های مشهورش با شخصیت اسرارآمیز دون خوان متیوس می باشد، در بخشی از کتاب خود با نام تعلیمات دون خوان گوشه‌ای از نقل قول‌های دون خوان را درباره موضوع ترس این گونه شرح می دهد. دون خوان خطاب به کارلوس می گوید: کسی که از ترس فرار کند هرگز چیزی یاد نمی گیرد. هرگز اهل معرفت نمی شود. او احتمالاً یک پهلوان پنبه باقی می ماند. به هر حال او آدمی شکست خورده است. پیروز شدن بر ترس خیلی ساده است، زیرا شخص به محض رویارویی با آن نباید فرار کند، بلکه باید با ترس خود به مبارزه برخیزد و علیرغم آن گام مرحله‌های بعدی را نیز بردارد. این یک قاعده است. و بعد از مدتی متوجه می شود که دشمن اول او که همان ترس می باشد عقب نشینی کرده است. در اینجا شخص کم کم اعتماد به نفس پیدا کرده و قصدش استوارتر می شود. زمانی که این لحظه خوش فرا می رسد، شخص می تواند بی تأمل بگوید که او اولین دشمن طبیعی خود را شکست داده است. این کار به تدریج اتفاق می افتد، اما ترس به یک باره و سری شکست می خورد و از میان می رود.